رویاها لازمه قطعی فرایند تجزیه و تحلیل روانی است. این کتاب ادعانامه مهمی از جانب کارل گوستاو یونگ در روانشناسی رویاست. یونگ به هنگام بحث درباره رویا مباحثی بی‌نظیر و غنی از عرفان، دین، فرهنگ و نمادشناسی پیش می‌کشد و مرجعی قابل تأمل برای آنانی است که به روانشناسی تحلیلی یونگ، درک و تحلیل رویاها و ارتباط رویاها با نمادها و مفاهیم باستانی بشر علاقه‌مندند. اگرچه رویاها به نگرش قطعی خودآگاه و وضعیت مشخص روانی مربوطند، ریشه‌هایشان عمیقاً در رکود تیره و غیرقابل تصور ذهن خودآگاه فرو می‌روند.